آقا ببخشید یه بشقاب باقلوا میخواستم، فقط بغلش خامه نباشه. بله حتما، ولی شما همیشه که کنارش خامه سفارش میدادید. یه جور حرف میزنی انگار خودمو بهتر از خودم میشناسی. متأهلی؟ چطور؟ حلقه تو دستت، جریانش چیه؟ اینو میگی؟ یه 3 سالی میشه. پس چرا زنت پیشت نیست؟ نکنه بالت گذاشته. تقریبا 2 سال پیش من و خانمم میریم مسافرت. تو اون مسافرت ما تصادف میکنیم و خانمم سرش ضربه میخوره. از اون به بعدم دیگه هیچ یادش نمیاد. دیوونه ای پاش موندی؟ خب وقتی فراموشت کرده چرا باهاشی؟ اون حافظه‌شو از دست داده. من که حافظم سر جاشه. الو جانم مامان. حسین جان پسرم شبنم باز از خونه زده بیرون. نترس، اومده جای همیشگی.